خدای نکرده تند یک وقتی تند به همین تندی به حدت و غیر بسا هست که مردم را بعد منحرف کنیم از دین و دیانت تا میتونید ای اهل علم ولو خودمون خوب نشدیم اما سفارش میکنیم چون دیدیم تجربه و نرم هستیم. خدا دوست داره مؤمن مخصوصا مربج دین که مردم رو میخواد هدایت بکنه به سوی دین، اینها با مردم نرم باشن، تند نباشن. همین ایام یک وقت میبینی یک کلمه آدم میگه چنان به این بر میخوره بابا تو که اهل علمی باید خودتون نگه بداری، فوراً از جا در آمدن و جسارت کردن این شیوه مردم مسلمان نیست، چه برسد به روحانی که مردم از اون ترقب. المؤمن روایاتش رو بهش گذشته در مسائل داره، المؤمن حینون لی و لی چقدر روایات داره. المؤمنون حینون لینون جمع مفرد، المؤمن هشون بشون حین هش بشه خنده روه و مردم ملاحظه هش و بشه، این معنای هش و بشه، یعنی خنده روی که با مردم با خوشی ملاقات می کند. والله یه خورده اگه آدم ملاحظه کند، یه خورده کم غیبی کنه، تحمل کنه، کم کم اخلاقش عوض میشه. جهاد در بانست نه فقط در تقواست، با اخلاق رذیله است. بله چون همونطور که همه زهرا سلامت، چون همه زهراست و ایام بیبی عالم فاطمه زهراست. البته بعض جا خطبه و کلمات حضرت امیر در این ایام و بعض اوقات کلمات حکمیه اونها می‌فرماید بهترین شما اون کسی که منکبش نرم، مسئله استعاره مناکبش علین هم یا علین هم مناکبه، این اشاره میگه آدم متواضع باشه. اگر یک کسی جسارتی کرد منکب نگه بلنده، نرم منکبش رو پایین بیاره، تواضع کنه، حفظ جناح بکنه. وقتی طالب علم حفظ جناح کرد، نه منم دوستی کلمه درس منم وقتی میگه آدم که از این دنیا تاج بره و بهش بره، آن وقت منم حالا زینا آمونی برد. و اما تا مادمی که تو این دنیا هستی و هنوز امتحان نداری، بله هنوز اخلاقت خوب نکردی، ما مردم چه منم عجیبه ها. این تکبر و این عجب و غرور فرمون دوره آخر زمان زیاد میشه، مردم همه با تکبر و با منیت بله زندگی میکنن. اگه اینجور باشه آدمیت از آمردم رفته به انما الامم الاخلاق ان بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهب. پیغمبر اکرم خدا این آیه البته مکرر ذکر شده شاید انک علیکم انک لعلی خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. شاید در نجم ازرم که مکرر اینجا البته شاید کمتر این کلمات را گفته ای، اون وقت خریدار بیشتری بودن مردم اهل علم و بزرگان و علمایی که پای منبر می نشستن. گاهی می گفتم رؤسا آقایون اگر می خواهیدم رئیس بشید باید اخلاقتون با مردم باید نرم بشید. اگه منابش زود از جا در رفتید و حمله کردید
چی باید طوری باشیم که مردم دوست داشته باشن بیان با ما بشینن بشینن. در روایت داره اینقدر پیغمبر نرم بود در حرف زدن و تعلیم که راوی میگوید ما رأیت معلما الین منه، ندیدم معلمی را که از پیغمبر نرم‌تر. وقتی حرف میزن هم در اخلاق پیغمبر نرم تا النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم بلا کرمی دارن. وقتی پیغمبر با کسی حرف میزن بس چه قشنگ حرف میزن. پیغمبر خاتم از یه همه رسالات و مجموع و جملتها مجموعة فی محمدی صلی الله علیه و حالا این حال دارد وقتی کسی با پیغمبر حرف بزن از کش زیبا و قشنگ شیرین حرف بزن دلش نمیمد که دیگه از این آقا جدا بشه. همچی بودن ما ممثل اونها از این باید بنا بگذاریم به الا مخرب میشیم. اگر اینجور نباشیم مخرب مردم و مخرب دین میشیم. باید از اول شهید در بنیت المرید می‌فرماید اول اهل شاید عرض کردن این جمله را البته بین مطالب گذشته و فعلی و ساحت عموم و خصوص منبعث در ذکر باشد. علی این حال بله اگر مردم با حسن اخلاق روایت مثلا بعد مرحوم شهید می‌فرماید اول باید انسان اخلاقش رو بکنه بعد بیاد چار طلبه گیری کنه. به علم خودم ما اول بیاید و همینطور خودرو نمیشه. همون در اهل علم ما در مرد میگن مدرسه نجمه در نجمه چه به آقای خوی چه به آقای حکیم چه به آقای شاروزی خودش حالتش همین بود که میگفت نصیحت میکرد منبری غیر منبری همه جور. ولی بینا گفتم شما ها نصیحت کنید این طلبه ها اثر داره بی اثر نمیشه. ولی یه وقتی کسی ناراحت شد یه حرف ما بی اثر خصوص کلمه استاد یعنی فرمایش استاد که بیشتر اثر میکنه. امروزه خیلی مردم محتاجن به تعذیب و به بله تحسین اخلاق. خیلی مردم این اهل علما یکی اینا اگه بخواد مردم رو هدایت کنه چه میکنه؟ چندین هزار این همه انبار صرف میشود برای چیز؟ برای اینکه این اهل علم باشند و این سند باشند در میان جامعه و مردم را هدایت کنم. زیاد اطاله سخن نکنم و هم حال خودم را باید ملاحظه هم حال مستمعین را هم که در روایت داره و مستمع اکثر و ملاحظه قهرن ملاحظه. و ببین اخلاق فاطمه زهرا روایات شیعه بسن که حضرت زهرا اشبه ناز پدر بزرگوارش پیغمبر در سمت و مشیه و حرف زدن و در تمام جهات عایشه روایت سنیات ندیدم دختری کسی اشبه ناز به پیغمبر را رفتنش حرف زدنش تمام جهاتش مثل فاطمه زهرا سلام الله و اخلاق اگه طول میشه والله اگه اخلاق بعد از زهرا رو آدم بکنه با این مردم تازه مسلمان تند زناش می آمدن و مسائل از حضرت زهرا یاد می گرفتن با چه اخلاق با چه زبانی با اینها حرف میزد دختر پیغمبر که حضرت رسولم مکرر می‌فرمود اشهد انک بضعة منی ذریة. سوال میکردن که حضرت زهرا چه جواب می‌فرمود او از من ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم.
این همه مصیبت ها دیدن برای چیه؟ برای هدایت ما این مصیبت ها را دیدن. ما زالت بعد ابیها معصبت الراز ناهرت الجسم. چند روی بیشتر نبود زهرا در این دنیا. ببین چی کردن با یک دختر از پیغمبر. ما زالت بعد ابیها معذبت الراس ناحلة الجسم منحدة الروح محترقة القلب باكية العين يغشى عليها ساعة بعد ساعة وتقول لولديها أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما على عاتقه مرة بعد مرة. یه بعد باید دکتر پیغمبر بعد از بابا بیاد تسلا واقعا این محمد چی بود؟ آخه خود سنی ها نقل کردن میگه بعد بابا پیغمبر این آمده برای کارش دیدن کارش میتونه الا باید علی را ببرن. میگه علی هم تا از زهرا بود بیعت کرد نمیداشت از زهرا بیعت کرد. چی کرد حضرت زهرا در نصرت امیرالمؤمنین؟ ولم تزل صاحبة فراق. بیبی دیگه همیشه بیمار و علیل بود. شیوخ مدینه چه روایت فده نمازیدینم شیوخ مدینه آمدن پیش امیرالمؤمنین یا علی سلام ما را به زهرا برسون. بگو اینقدر گریه نکنه نه شب میذاره ما بخواد نه روز میذاره اما ان تبکی نهارا و تسکت لیلا او تبکی لیلا و تسکت نهارا. گفتن حضرت امیر وارد شد که سفارش شیوخ مدینه را برسون. دید حضرت زهرا مشغول گریه است. گذاشت تا بیبی قدر آرام. حضرت زهرا ملاحظه امیرالمؤمنین کرد خیلی جلو بگید آقا حتی نوشتن بس که علی را دوست می داشت تا زنده بود درد دل به علی مگر همون وقتی که گفت نه علی تا همونم رسید جمله بله به حضرت حتی نقل کردن هیچ وقت پهلوشو نشون نداد بازوشو نشون نداد بله جاهای تازیان و ضربت رو نشون نداد. یه قدری که حضرت زهرا آرام شد فرمودن چون میگن بیشتر روزه بخوندهشون میخواد بیشتر گریه کنن ایامی که فردا همینجا دیگه مصیبت روز مصیبته میرن از اینجا برای تعزیت فاطمه معصومه به جدش فاطمه معصومه. حضرت امیر فرمود زهرا جان شیوخ مدینه شکایت کردن که شما اینقدر گریه مکنید. همین که این رو گفت دل زهرا یک مرتبه کلمه نیست صدا بلند یا ابوالحسن ما اقل مکفی بینهم. من چند روز دیگه مهمون ما اقل
بينهم وأقرب مغيب من بين أظهرهم فوالله لا أسكت ليلا فلا نهارا أو ألحق بأبي رسول من أنا گریه کن تا که مرا جان بزند تا که به جان دارم من غم دیده به دل عقده فراوان دارم اختیاری نبود گریه شب تا سحرم که من خون شده دل غصه فراوان دارم خاطر نتمانه که همچه پدری از دستش رفت تا گریه نکنه داد ندنه آروم نمیشه ای بگو به خواب که دیگر میا مرا هرگز بگو به خواب ندارم مباده دیگر من که ساحلی که مکان تو بود آب گرفت یعنی چیه؟ یعنی بگو خواب نیاد دیگه به چشم من اون جایی که جای خواب بود آب گرفته اشک گرفته فوالله لا أسجد ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول دیگه بعد از این همه زهرا دارد هر روز دست حسنه اینو میگره میبرد بیرون مدینه با چه حالی میرفت من بیبی من این که مردم هم چون عرض کردم دل دام میدونم یه همچه پدر یک پسر یعقوب گم کرد از فراقش کوف چون نگریم من که یک دنیا پدر گم کردم دل داغ دیده تا داد مزن آروم نمیشه میرفت بیرون مدینه اونجا مینشست صدای ناله باب تا زهرا بلند تعجب نداره مثل برای پیغمبری اشتد شوقی زرت قبرك باكيا أنوح وأبكي لا أراك مجاوبي معي هذه الأبيات طريق العراق ما أدري غير العراق صبت على أيام الظالمون لو أنها صبت على الأيام زرنا لياليا قد كنت ذات حمل بظل محمد لم أخش من ضيم وكان حمليا فاليوم أخضع للذليل وأتبع ظالمي بردايا معي ما تعبها للزهراء فلئن بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباح فلا جعلن الحزن بعد كمونتي ولا جعلن الدمع في جوشاحية فكان علي يأتي إليها بالليل ويرجعها إلى مكان يزدني يومات أنا الزهراء مشهور گریه اینا رو برمیگرد تا اینکه دید آفتاب روایت دمچینه مفصله آفتاب اینا رو میگیرن از امیر بیت الاحزانی 4 دیواری درست کرد میرفت حضرت زهرا اونجا مینشست به اشک یکی از بزرگان متتبعین اهل
اهل منبر قبل 40-50 سال بلکه بیشتر این جمله میگفت حضرت زهرا که در بیت الاحزان می نشست و ناله می کرد، بعد از اون مخدره یه مخدره دیگه میمد جای زهرا میدونی کیه؟ ام البنین. ام البنین مادر شب فرمود حضرت ام البنین میامد جای زهرا میشست و این ناله و زن آدارش میگه لا تدعوانی و اینکه ام البنین. ام البنین كانت تقعد بمكان الزهراء يا تدعواني وإنك أم البنين فذكريني بالعيون. مرحبا مرحبا بكم أخواننا. كانت بنو ليعود عظيم أم البنين واليوم أصبحت ولا من بني. أربعة مثل نزور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين إلى أن تقول يا ليت شعري يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباس القطيع. حتى يقولون مروان كان يجي يبكي على بكاء. مردانی که اعداء عدو رد میشنیده بود ام البنین نوحه‌گری بود، زنها دورشون بود. این ملعون میامد میره یه جایی که صدای آمون ملعون گریه میکرد به حالت آمون. این ملعون گریه به حالت ام البنین میکرد با اون قسامتی که داشت. أقرأ لكم هذه الأبيات. ردت أعرج إلى كربلاء لكن لا نقف هنا. ويلي ويلي أخبرك يم البنين يم البنين العتر الأطهار جعفر وعالي وباقي الأنصار بالطرب حايا وفوق أغبار. بعد الوردة الأخيرة وخبرك بابو فاضل المغوار وخبرك بابو فاضل المغوار يمنع قطعها والانسار يمنع قطعها. بعد العشر الأخير والانسار ومخ على وجه القاع. طجار بئت أن ابني أصيب برأسه. كان أوقف در مصيبة أبو الفاس خنجة. بئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يد ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمى. الدعاء ولو الأخ يريد يفيدنا، لكن أريد بحالة محاضرة، حالة المكابرة إن شاء الله. إلهي نقسم عليك بالزهراء المضطرة وبابنتها وبناتها المضطرة وبحق المضطر الذي يجاب لنا. إلهي نقسم عليك بحقها وأبيها وبعدها وبنيها أن ترفع الشدائد والبلايا عن المضطرين وعن جميع المؤمنين وعن أهل العراق مؤمنيهم خاصة يا الله. فمر أمن يجيب. كان واحد من العلماء يقول من نجف مرة كنت أروح على راي فوق الرأس عند الأمير، مرة أقرب تنحل مشكلتي. هذا يريد حالة اضطراب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآن خودش التكرار. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء
من يجيب إلهنا إلهي بحق الزهراء. ترى إن إحنا ما عندنا غير الزهراء وأبوها وأنا، هذول أقرب الخلائق روايات الفريد. على كل إلهي اقضي حوائجنا، لا تخيب أملنا، لا تقطع رجوانا. إحنا توسمنا بالزهراء، مو مناسب إحنا نرجع قائلين. إلهي اقضي حوائج الجميع ولا سمع الملتمسين من الدعاء، وفرج عن المؤمنين، فرج عن إمامهم، وتقبل هذا التوسل وبفضل بأحسن قولك ببركة الصلوات. لا تسموني بعد أم البنين، أذكر أولادي وهي دمعة العين. لا تسموني بنين الأربعة، يا الناس تذكروني بفاجعة. لا ونابت عن السهل سام لا مسمار صاب ابن الطهر، ضلع كسروا بالحر الحد لف الجبن، وحاج العاقد بينا عنها ما يحول. أيها اللائم قل ما تقول، نحن خدام لخدام البتول. أيها اللائم قل. طيب وفاكم صلاة على محمد وآل محمد. این از که تا وقتی که روایت داره همه این قضایه و حضرت امیرالزهرا همه نه روایت جبرئیل یا وزیر روایت ملکی که هیچ وقت نیامده بود، علی حال آگاهی داره. بله از که یا علی خدا فاطمة من علی هي نور الانوار. لذا الشیعة والسنة يذكرون بتعلیم جماعتی هستن که باید این قدی براشون الا حوصلشون سر میره. علی آیه ها يذكرون شيعة وسنة في قضية خلق نور الزهراء مع نور أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هي قبل كل مكون قنديل عرشا للجليل. ولذا يذكرون سنياننا من شرجعتي که زهرا من آنام میدن برای که وقت خلقت به همچه اوقات دیگر در روایت داره زهر نورها لملائکة السماء. روايات فريقين. شقت فلا الشمس تحجيها ولا القمر. زهرا زن از زن یه جماعی از عربی نه اردو آمدن انا یا به قلبه هذا زمین در خود و احب ان تغیب زینتها عن عینه. نمیخواست اصلا زینت دنیا رو. خیلی سخت آدم اینقدر دل از دنیا بکنه که از نگاه. وكان على باب بيت الزد فيكون فيه التصاوير فيقول لإحدى أزواجه غيبي عني فإني إن إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه أو أن يذكر عنه. عبدالرحمن آبنایی مرشی بودن شطور یا پلنگ
علیست و زهرا، این همه روایات میشه ادعای تواتر کرد در کتب شیعه که فقط علی همسر لو لم یکن کفوا لها احد و تلک کفو له فی الفقر والحسد تدعیش عاشر امیر المعبد ابد ما كانت تظهر كما في آداب المرأة ما كانت تظهر لأمير المؤمنين حاجتها حتى خبز ما عندها طحين ما عندها إذا كلفت زوجها بما لا يطيق حبط أجر أعمالها. خدا که شرط میخوای اعمال باقی رو با مرد دیگه حضرت رسول هم با مردان سپاهش هم به زنان چنین باشه به مردان می‌فرماید داروهن علی کل حال ولا تذروهن یدبرن امر الله. به زهرا هم یه روایت مفصل در مسائل یا فاطمه مطالب رو میگه. حضرت زهرا میدونه برای که به ما برسه این وصیت حضرت رسول نسبت به عیال و عیال به شروعات رو مطالعه کنه آدم بفهم. ما یه وقت‌های مطالعه کردیم خود بنده مطالعه کردیم که خودمون عمل خیلی خجالت داریم هست مطالعه بابی اخباری چیزی عمل بکنیم. هر چه آدم عمل به گفته پیغمبر کنه خیر نکرد بلا یعنی سوءش خواهد. پیغمبر یه چیزی نگفت که خلاف مصلحت تمامش عذابی بر زن و مرد سنی و شیعه نقل کردن دیدم روایات چند روز امی حضرت زهرا گرسنگی کشید به هیچ به امیر نه مبادا تکلیفی و فرمود در روایتی حضرت فرمود هیچگاهی زهرا مرا به غضب نیامد. من وقتی رد کرد عرض کرد استفهام نمون یا علی ما انت من کاذب ولا خائن ولا خالق منذ عاشرت. این نه معناش این است که عذر خواهی زبون حال میگم مثل زهرای معصومه معقول نیست هیچگاهی این حرفهایی که بعضی زنها اندازن سنیان نوشتن قضیه بعد زن دیگر و کنیز دیگر البته اینا همه به قول مجلس مجمولات دشمن هاست بر علیه فاطمه به با وجود به قول آقامون با وجود همه زن و همه زنیر ما میل به دیگری معقول بلکه در روایات در حرام بود در حضرت امیر اختیار زن به قول آقامون میلی هم نداره. همانطوری که درباره خدیجه کبرا داره تا مادامی که خدیجه کبرا بود روایت در پیغمبر نگرفت بلکه ممنوع بود مثل خدیجه کبرایی که واقعا زنی بود در عالم نظیر اینقدر دفاع از پیغمبر میکرد دور پیغمبر میگرد سنگه ها رو میخرید دخترش هم زهرا همین دختر زینب هم همین ازا خیلی حضرت امیر در روایات دارد سنیان هم به حدی حضرت امیر بعد از پیغمبر زهرا به حدی ناراحت بود از دارد مسئولین محدث به حدی صدای حضرت امیر بلند بود وقتی بعد وفات که در خانه صدای علی رو آی ارا علل الدنیا این نظر کنیم جمع جور بشن از رغبت ایشون میخوان این ایام هم هست به وفات از زهرا وقت مصیبت حالا ارا علل الدنیا علی کثیرت و صاحب حتی
بعد الممات عليل وقد قال بالأمثال في البين قائل أمر به يوم مجلس فرعون الفاوي حضرت زن أمير المؤمنين قصيده‌های مفصل أمر به يوم الفراق رحيل لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وأن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل وليس حريما من أصيب بمالي ولكن نرد على أكرم ليس جليلا ولكن نرد على أكرم جليل ويلي على الزهر على الزهرة زحد موحدر ونار القلب طول العمر تسعى يجعل والحزن يما والحزين يسرد الايام ويسجد دمعة العوام ينام يشفر عليه شفاعت سخت بود این شبی یکی شب وفات پیغمبر فرمودن خیلی طول کشیدن بس چه بود یکی هم شب وفات زهرای ما بین المغرب و العشا خدا هم یه طوری زهرا رو از دنیا برد که بتونن علی وصیت زهرا را به مثل شب و تجهیز و دفن شب اما اگر روز بود که نمی‌ذاشتن من حالا بعضی روایات داره آمدن زنها اینقدر شیون وقتی زهرامون نیمدن حالا که رفته آمد اینقدر زجه و ناله کردن مردم معرکه کردن وقتی وفات زهرا رو شنیدند و حسنین بیرون آمدن و ناله علا ای حال دارد بین که دیشب حضرت امیر با حال گریه مناجات با خدا دکتر مظلومه اللهم انا ظلم المحكوم وأوحش البانزا وهجر البصلا ساعدك الله يا أبا الحسن حينما غسلت الزهراء من تحت الثياب ويعني من حطها على المغسل شلون حاضر من حطها على المغسل لما بصوت العبد مسواوة يا المتين والكثر العصر بالباب من زقر والقطع منه والليل يا ويلي يا زمان خدا به نام داره علی برسه چه حالی داشت آخر آدم تا عزیزش روی زمین دلش خوشی برای مولده بدن عزیزی ما وقتی میخواد ببره داخل قبر خاک برید خیلی لذا ما حسین میفهمد این کلمه را از بچگی تو مجالس ما در مجلسی میگه نگاه میکردم به چشمه های بابا دیدم مثل دو ناودان اشک
این چشمه ها بابایم میدن اون وقتی که بدن زهرا را خواستم یه وقت ببینن دو دست شبیه دستهای پیغمبر بدن زهرا را گرفت صدا زد اون آقا السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک والباعثة بالترى بمبعدك المختار لها سرعة اللحاق بك قال كافي غير كافي كلمات ثانية قال يا رسول الله عن صفيتك صبري یہ صبر داره تمامی و عفان سیدت نساء العالمین تجلدی ولقد وسدتك في ملحوظة قبرك وطابت نفسك بين يدي ونحري ألا في كتاب الله أنعم القبول فإنا لله وإنا إليه راجعون لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وابتلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغفراء كبد مقيح وهم مؤيد لا يبرح الحزن من قلبي أو يقدر الله لي دارك التي أنت بها مقيم علي جنجس بزهرة زير قلشة علي جنجس بزهرة زير قلشة سلامي با پیامبر زاهد کرد بگفت ای سرور کون و مکانم غم زهرا زده آتش به جان کمد مقید و هم منعید این جگر من خوب وای غم زهرا زده آتش به جانم سؤالی کن ز مهمان عزیز و احل از سؤال یعنی آقا این دخترت خیلی محکی میکنه بود به منم نگفت حالا من باید به تو بگم یعنی درست سؤال بکن بگو چی کردن فاحفظ سؤال واقذف بر الحال فكم من غلیل معترج بصدر غلیل قدر داغ في دلش لم تجد إلى في سبيل وستقول ويحكم الله سؤالي كن زمهمان عزيزة زدازد أمتان بتميزة بگوید بهر تو انزار و خزنه ببین بابا تو پهلو یه شکسته بگوید با تو از جبر زمانه ببین بابا تو جای تو زیاد و به عین الله جمله دردهای دلی که امیر حضرت رضا حضرت رسول کرد عرض کرد یا رسول الله باید دختر تشریف نشید شبانه باید خواب بشید دل امیر رو میکنم ابن عباس عموی پیغمبر فرستاد رسول پیش حضرت امیر که میبینی پسر برادر
اگر خدای نگرد زهرا از دست رفت به من خبر بده. سن مملکت مهاجرین نبلست مرزق جمع. این قدر تشییع مهم و فی ذالک جمال للدین. تشییع زهرا و عظمت جمال. حضرت امیرم فرستاد یا لازم تو اشتاق که اونمت محبت همیشه محبت داشتی و این محبت نره الا ان زهرا مظلوم. زهرا خودش اوسطه، خودش وضعیت کرده که مرا شب نمیخوام اینا پای جنازم بیاره. این قدر اصرار بشم دمدمه و به عین الله جدبن ابنتك سرا و یهضم حقا قهرا و یمنع ارضا جهرا ولم يطل العهد ولم يخلق من جله. یا رسول الله در حضور خدا زهرا را پنهان دم گردم عرض کنم یا علی دلت میسوده که زهرا را دم گرد خودت دم گردی با کف کفم دم گردی اما دلت میسوده تشیل نگرد. پس زینب رود 11 چی کرد؟ بدن برادر و بدنهای عزیزانشو روی زمین برهنه و عریان و بلکه دارد بی سر همه را بی سر کرد. دلیل ويالي خويا لا تقول ما عندي مروة. الأمير يتأثر فيه دفن الزهراء سرا ما شيعه، لكن ابنته زينب يوم 11 من المحرم ولسان حال أخويا لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة. أنا مأخوذة بحزين قوة قوة وشوف الشمر عقبك زوج صوت على مجوني يطلع بالصوت شمر وإن شكت يؤلبها زجر. چون نیست چاره میرم و میگذارمت ای پاره پارتم به خدا میسپارمت. ما خود که باید داغی جمع بشم. خدایا نظری کن در این مجلس. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا و 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 یکشف السوء. الهی بحق الزهراء و مظلومیتها و صالبها و بحق امیر المؤمنین و مظلومیته و بابن عمی و اهل بیت الطیبین الطاهرین العاصم المضطر الذی یجاب اذا دعا بالمضطر في الحبوس والسجون. اللهم فرج
عن المؤمنين عن وليك وعنا وعن جميع المؤمنين يا الله. إلهي لا تردنا عن بابك خائبين فإنا توسلنا بوجيهتك بالوجيهة لك يا الله وبأبيها وبأهلها وبنيها. إلهي اقض حوائجنا واكف مهماتنا وارفع الشدائد والبلايا عنا. انصر شيعة أهل البيت ومحبيهم أينما كانوا اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحم. اللهم اهلك أعداء الشيعة أهل البيت. ریشه کن کن یک مشکینه در اطراف حالا هرچی هست هر گناهکار همه هست. خدایا به داد شیعیان برس امام زمان ما را به داد شیعیان نظر شامل عارف به داد اهل عراق برس یا الله. شیعیان را نصرت بده یا الله. دشمنانشون را سرنگون بفرما. امام زمان ما را به دادمون برسون. نظر شیخ ما شامل آل ما. اللهم أنت ديوننا واستعزامنا واكف مهماتنا وجلبات الأمورنا خير. خدای در این مجالس از ارجل به ما نظر لطف و محبت بفرما یا الله. علمای اعلام مرقجین دین هر جا هستن معید و منصور بدار اشتغالشون از مراجع اساتید و الامور همه را قرین و بها رحمت بفرما. الى ارواحهم نهدی تبابا فاتحة مع